با سلام به شما بینندگان عزیز این برنامه. اخیراً خانم شینه عبادی اظهار داشته که سکولاریسم در جامعه ایران جایی نداره و مذهب حالا با قرائت دیگری یا تعبیر و تفسیر دیگری از مذهب میشه مسائل مشکلات مردم رو حل کرد و اصلا مردم خواهان حکومت مذهبی هستن، متا حکومت مذهبی متفاوتی. این اولین باری نیست که البته خانم عبادی چنین اظهاراتی میفرمایند و ایشون تنها کسی هم نیست که چنین میگه. یک طیفی از نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون، نیروهایی که خودشون اپوزیسیون حکومت یا بهتر بگیم اپوزیسیون جناحی از حکومت میدونن و در این حال فکر میکنن مذهب رو باید نگه داشت، وجود داره که این نیروها تلاششون در نهایت این هست که نظام اسلامی حفظ بشه. یک زمانی از جمهوری اسلامی دوم صحبت میکردن، یک زمانی از پروتستانیسم اسلامی صحبت میکردن و در هر حال تغییراتی در همین چارچوب نظام برای حفظ حکومت مذهبی، به این بهانه که مردم ایران مذهبی هستند، جامعه اسلامی است و غیره و غیره. این اظهارات، این موضع‌گیری ها به نظر من کاملا و 180 درجه در مقابل مردم و منافع مردم قرار داره. مردم ایران در تجربه 30 ساله خودشون کنه ارتجاعی مذهب رو شناختن، ماهیت ضد انسانی قوانین مذهبی، دولت مذهبی، سلطه مذهب بر جامعه رو شناختن. مذهب به عنوان عقیده شخصی امر دیگری است. هر کسی میتونه به خدا اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه، پیرو این یا اون مذهب باشه یا پیرو هیچ مذهبی نباشه، ولی این در قلمرو عقاید شخصی است. هیچ ربطی نه به دولت داره، نه به قوانین، نه به شؤونات اجتماعی و نه به مناسبات اجتماعی مردم. مذهب باید کاملا از دولت جدا بشه، از آموزش و پرورش جدا بشه، از کلی قوانین باید مذهب رو جارو کرد و کنار زد، از همه شؤونات اجتماعی مردم. مذهب نباید به هیچ وجه در امور دولتی، قانونی، حقوقی، آموزش پرورش و مناسبات اجتماعی مردم دخالت کنه. دست مذهب رو بعد از جامعه قطع کرد. مذهب به عنوان عقیده خصوصی هم یک عقیده خرافی است که باید با اون هم مبارزه کرد، ولی این مبارزه یک مبارزه فرهنگی، فکری، در جامعه‌ای که آزادی بدون قید و شرط وجود داشته باشه، در جامعه‌ای که بتونن طرفداران علم، حقیقت، منتقدین عمیق مذهب بتونن به راحتی حرفشون رو بزنن، بحثشون رو بکنن. مطمئن باشید به عنوان یک عقیده خصوصی هم جای چندانی در جامعه برای مذهب باقی نمیمونه. ولی فعلا امر ما، درد ما، مسئله ما مذهب در دولت هست، مذهب در آموزش و پرورش هست، مذهب در قوانین هست. شما یک قلم فقط قوانین جزایی و حقوقی رو در جمهوری اسلامی در نظر بگیرید، از شکنجه و کشتار و تجاوز و سنگسار و اعدام و قطع دست و پا و انواع تعذیر و شکنجه ها و غیره، تمام اینها مستقیما قوانین مذهبی است که بر جامعه حاکم شده و به این ترتیب خون مردم رو در شیشه کردن. دیکتاتوری مذهبی و سلطه بر جامعه با اتکا به مذهب یکی از وحشیانه ترین و خشنترین و ضد انسانی ترین نوع حکومت هاست و در جامعه ایران 30 سالی که ما داریم چنین حکومتی رو تجربه میکنیم. بنابراین کسانی مثل خانم عبادی که در این شرایط ادعا میکنن باید مذهب رو نگه داشت یا حداکثر قرائت دیگری، نوع دیگری از مذهب رو بر جامعه حاکم کرد، فقط دارن آب به آسیاب حکومت موجود میریزن، دارن این نظام رو حفظ میکنن. جامعه نمیتونه حتی یک قدم در جهت آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، رفاه عمومی، رسیدن به حقوق خودش حرکت کنه بدون که اول تسویه حساب قطعی با مذهب کرده باشه، در دولت، در آموزش و پرورش، در قوانین و در شؤونات اجتماعی. به نظر من جامعه ایران یکی از تا اونجایی که به توده مردم مربوط میشه، یکی از سکولارترین و یکی از مدرنترین، مدنیترین جوامع است. حتی از نظر عقیده خصوصی هم به نظر من جای چندانی برای مذهب باقی نمانده در جامعه ایران. بخش عظیمی از جامعه به خصوص جوانان مذهب رو به هیچ عنوانی قبول ندارن و به حق اینطور هست، به خاطر اینکه با چشم خودشون در تجربه خودشون دیدن که مذهب میتونه مثل یک طاعون، مثل یک بختک به جان جامعه بیفته
و چه مصائب و فجایعی که به بار نیاره. این رو دیدن، تجربه کردن و همین تجربه 3-4 ماه اخیر کافیه تا برای هر انسانی که طرفدار انسانیت، طرفدار آزادی خواهیه، طرفدار یک مناسبات متمدن و مدرن و پیشرفته در جامعه هست، تردیدی در این باقی نمانده که مذهب رو باید از جامعه جارو کرد و به کناری گذاشت. در این میان تشبسات و تلاش‌های نیروهایی مثل خانم عبادی که ایشون البته مدعی هست که برای حقوق زن هم مبارزه میکنه و در اون مبارزش هم میبینید باز مذهب جای وسیعی داره. برای این نیروها که فقط هم به خانم عبادی هم تو که گفتم محدود نمیشه، از جناب موسوی تا خیلی وسیع این نیروهای به اصطلاح طرفدار استحاله و تغییرات تدریجی در چارچوب نظام، از گنجی ها و علیرضا نوریزاده ها و سازگاره ها و مخمل بافا و غیره بگیرید تا خود خانم عبادی و موسوی و کروبی و غیره، تمام اینها به نحوی میخوان نظام اسلامی رو حفظ کنن. برای مردم ایران یک معیار مشخصه. هر نیروی سیاسی هر چقدر هم خودش رو اپوزیسیون بدونه و هر چقدر هم به جناح حاکم در جمهوری اسلامی بتازه و در مقابلش قرار بگیره، اگر با مذهب سیاستهاش و افقی که در مقابل جامعه میگذاره آلوده باشه، به همون اندازه جامعه ازش عبور میکنه و پی کنارش میگذاره. جامعه ایران دیگه هیچ نوع حکومت مذهبی رو نمیتونه به خودش بپذیره، چون راه رهایی و راه خلاصی و راه رسیدن به آزادی و رفاه و یک جامعه انسانی قبل از هر چیز عبور از مذهب به عنوان یک امر دولتی، قانونی، حقوقی و اجتماعی هست. این رو مردم در تجربه خودشون درک کردن و به همین اعتبار یک معیار روشنی مردم الان دارن، یک شاخص روشنی در ارزیابی نیروهای سیاسی دارن، از مجاهد گرفته تا آیت الله منتظری تا موسوی تا شین عبادی تا انواع طیف ملی مذهبیونی مثل مخمل بافا و سازگارها و غیره. در ارزیابی این نیروها مردم به درست به این معیار رجوع میکنن که تا چه اندازه اینها در سیاست هاشون، در موضع گیری هاشون، در افق و آینده‌ای که مقابل جامعه میگذارن به مذهب متکی و متوسل میشن. و هر نیرویی به هر اندازه‌ای هنوز اسلام با هر قرائتی، با هر تعبیری از اسلام اون رو وارد سیاست‌هاش بکنه، به عنوان آزادی نوع دیگری از حکومت اسلامی رو به مردم وعده بده، این نیرو ارتجاعی است. این نیرو با مردم نیست، در برابر مردمه، عملا در مقابل مردمه. حتی ممکنه هر نیتی داشته باشه به طور واقعی و عملی، هر نیرویی که بخواد حتی 1 میلیمتر از مذهب، یک گوشه‌ای از این نظام جمهوری اسلامی تحت نام جمهوری اسلامی دوم و غیره و غیره نگه داره، این نیرو ارتجاعی است و در برابر مردمه و جامعه باید اون رو کنار بزنه. و برعکس هر نیرویی که خواستار سکولاریسم کامل و پیگیر، خواستار مذهب زدایی از دولت، از قوانین، از آموزش پرورش و از شؤونات اجتماعی مردم هست، این نیرو هست که واقعا حرف دل مردم رو میزنه، اکثریت عظیم اون جامعه رو نمایندگی میکنه و این نیرو میتونه این انقلاب عظیمی که در ایران شروع شده رو سازمان بده، رهبری کنه و به پیروزی برسونه. به نظر من نقد عمیق مذهب یک شاخص برای تشخیص دوستان از دشمنان مردم هست. جامعه این شاخص رو به دست داره و با همین شاخص هست که نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه به تمام نیروهای مدعی جمهوری اسلامی هم با این شاخص برخورد میکنه و سره را از ناسره تشخیص میده. ایران آزاد، مرفه، برابر جامعه غیر مذهبی است که در اون حتی مذهب رسمی وجود نداشته باشه، مذهب صرفاً و صرفاً به عنوان امر خصوصی شناخته بشه و هر کسی با هر مذهبی یا بدون هیچ مذهبی آزاد باشه که افکار خودش رو، نظرات خودش رو در جامعه مطرح کنه و هیچ نوع قید و بند مذهبی بر هیچ کسی وارد نشه. به امید رسیدن به چنین جامعه پیروز و موفق باشید.